میخوای صدای یه ویدیو رو جدا کنی و تبدیلش کنی به آهنگ فقط با موبایل، توی این ویدیو قدم به قدم بهت نشون میدم چطوری این کارو ساده انجام بدی. پس بدون معطلی بزن بریم. رفقا، اول ما به برنامه ویدیو تو MP3 کانورتر نیاز داریم که میتونید از بازار یا مایکد یا گوگل پلی دانلودش کنید. وارد برنامه میشیم. خب دوستان، ویدیو تو اودیو رو میزنیم. اینجا ویدیوی مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. خب این ویدیو رو انتخاب کردی، اینجا اسمش رو میتونید تغییر بدید و یه چیز مشخصی بذارید. من میذارم اسم کانال رو میذارم. خب دوستان، اینجا کیفیت ها رو نوشته. اینجا که میشه بیت ریت، اینجا که ما کیفیت بالاترین کیفیتش میشه 320 کیلوبایت بر ثانیه. فرمت هم MP3 باید باشه قطعا. کانورت رو میزنیم و تمام، ذخیره شد. خب حالا همینو تو موزیکاتون میتونید مشاهده کنید. اگه این آموزش به کارت اومد حتما سابسکرایب کن، چون آموزش های بعدی خفن تره.